سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی وقت بود که توی یوتیوب ویدیو نذاشته بودم و این ویدیو میخوایم بریم سراغ بررسی استوری موشن های هنرجوهای دوره استوری موشن. خب یه مسابقه گذاشتم که هرچند جایزش کاملا ناقابل، جایزه نفر اول 2 میلیون تومانه که توی استوری و اینستا و پیامک و اینا اطلاع کرده بودیم و بچهای دوره استوری موشن چند تایشون در واقع شرکت کردن و در واقع 16-17 تا استوری موشن برتری که حالا فرستادن و از بین همه کسی که فرستادن، چون چند تاشون به هر حال تازه شروع کردن دوره رو، شاید یه ذره ضعیف باشه، اونایی که حالا قابل قبول بود آوردم توی این بررسی و با هم دیگه می‌بینیم، مثل پارسال بررسی می‌کنیم با هم و خیلی جنبه آموزشی داره براتون. اگه حالا استوری موشن در واقع تو کار استوری موشن هستید یا میخواین تازه یاد بگیرید، خیلی جنبه آموزشی داره براتون این ویدیو، خیلی میتونه کمکتون کنه. حتما ببینید. سعی می‌کنم که خلاصه و مفید باشه و بریم سراغ برنده. مثل قبلم نمیخوام 2 قسمت باشه، تو همین پارت برنده مشخص میشه. آخر سر بهتون میگم که کیه و با دلیل و منطقی میخوایم انتخاب کنیم. بریم استوری موشن اول با هم دیگه دور میبینیم، رو هر کدومش صحبت میکنم. اونایی که در واقع ممکنه که برنده بشن رو جدا میکنیم و دوباره بین همون کسایی که اومدن بالا یه دور دیگه نگاه میکنیم استوری‌ها رو تا اون کسی که حقشه اول بشه. بریم سراغ ویدیو که ببینیم چه چیزای جذابی در واقع هنرجوهای دوره استوری موشن تدوین کردن. بریم شروع کنیم. اولین استوری موشن. بد نبود. حالا یه سری ایراد داشت. فونت‌ها اونقدری که باید جذاب نبود از نظرم. یه ذره این وراش در واقع لوگوی پریمیر و لوگوی فتوشاپ و افتر افکت لوگوهای قدیمی ان، جالب نیست واسم و این قیمت‌ها رو هوا ان. این کاش کادری داشتن، رنگشون خوبه ها، این کاش کادری داشتن. این کادر مستطیلی با این کادر دورگرد نمیخوره یا با کلش چیز باشه. این دایره‌ای دوباره این پشت یه ذره میتونست درست باشه، کادربندی بهتری داشته باشه، طراحیش ذره ضعیف. اولش هم اونقدر خوب نبود، فونتاش خیلی نازکه. بریم بعدی رو ببینیم. من گفتم که بچه‌ها سایز استوری موشن بفرستن. در واقع ببینید سکانس من 1920 بازه، این سایز درست استوری موشن 1080 ببخشید. اما اینو میبینید کوچیکه. در واقع اینو بچه‌ها من گفتم فایل بفرستید و سایز اصلی استوری موشن، اما متاسفانه سایز اشتباه فرستاده و 670 در 1280 که یکی که در واقع تدوین استوری موشن انجام میده خیلی براش افت داره و در واقع وجهه بدی داره که سایز رو ندونه. خب و تحویل کارفرما اگه بدید با سایز اشتباه بده. خب واسه همین این نکات خیلی مهمه. حتی اگه بنر قوی هم باشه، این یک پوان منفیه هم توی رای دهی من، هم حالا 4 تا کار میخواین بگیرید. به هر حال سایز استوری موشن مشخصه دیگه. استوری اینستاگرام 1080 در 1920 و رو همون سایز باید رندر بگیرید و به همون سایز فایل بفرستید. حالا چه تو تلگرام، چه واتساپ، چه هر جایی میخواین آپلود کنید، فایل اصلی میفرستید باید سایز اصلی باشه. این الان سایز اشتباهه. حالا ببینیم با هم. اینم خوب بود، طراحیش خوب بود. این 51% خیلی بزرگ و آف خیلی فاصله داره. اینا کلا فاصله دارن. این کاش داره کوچیک‌تر بود. اون حس خوبو نمیده. بد نیست ولی اینجا که شروع میشه خوبه، طراحیش خوبه، قابل قبوله. این پایین یه ذره بد فید شده، این کاش یه ذره بهتر بود. این خیلی ریز نوشته شده. قیمت اصلی با تخفیف 590. خب اصلا نمیشه فهمید 590,000 دیگه، یعنی عددی بود. این چجوری نوشتیم 1,200 بعد این 590 خالی. اینا نکاتیه که واقعا مهمه دیگه. یعنی اینا همه با هم دست به دست هم میده که استوری موشن قوی میشه و اینا رو هنر در واقع کارفرما نباید بگه. بریم بعدی. ببین اینجا من به بچه‌ها یه سری موضوعات دادم، یعنی 3 تا موضوع دادم با چند تا عکس و همین یه سری توضیحات که گفتم چه متنایی هم استفاده کنید. یعنی دیگه عکسای خودمو فقط دادم، عکس دیگه ای ندادم و این خلاقیت طرفه. اینجا
در واقع تم نارنجی رو انتخاب کردم، اما رفته کاور دوره پریمیره من از سایت برداشته که بنفشه، که اصلا این دوتا به هم دیگه نمیخوان. ای کاش این کاور، این بک‌گراندش اگه بنفش بود با این بنفشه ست میشد خیلی قشنگ میشد. این بنفشه اصلا هیچ هارمونی نداره تو سر وقت خرابش کرده. خب درسته که این کاور من بنفشه، اما خب شما نباید این رنگ انتخاب می‌کردی یا اینکه نباید از این انتخاب می‌کردی، از این استفاده می‌کردی. خب این الان اشتباهه، هارمونی بدی داره و اصلا تو ذوق میزنه. وگرنه طراحی خوبه، ذره سرم خیلی بالا رفته، از کادر در این نزدیک به کادر شده. کاش کوچیک‌تر بود کلا یه ذره سوژه که من باشم و همین ایراداش به این مدله. این طراحیش خیلی باحاله، رنگ پیراهن، این نوری که انداخته، این دو تا چیزی که این بالا گذاشته آموزشه باحاله. هرچند این آموزش های ربطی به استوری موشن نداره، یکاش دو تا استوری موشن اینجا پخش میشد یا مثلا یه چیزی که مربوط به استوری موشنه، ولی باحال. اینجا دوباره رفته توی سم دیگه. بذارید ببینیم اینو از اول، باحال بود. ببین خیلی خوب بود. یه ذره من این کادرها رو دوست ندارم که تیزن، دوست داشتم یه ذره فیدتر باشه، اما خوشگلن، باحاله. یعنی این پشتم باحال شده. بعد دوباره یه طراحی دیگه اینجا دوباره میاد اینجا. این یه ذره بده، این آبیه قبل از افزایش قیمت، اینا یه ذره فونت و ایناش بده، ولی این پشت نظارت هنرجوها رفته گذاشته باحاله. می‌بینی کار خلاق باحالی کرده. این پشت نظرات هنرجوها رفته پیدا کرده از توی کامنت ها و در واقع چیزایی که ما منتشر کردیم، ولی خب اصلا دیده نمیشه. ولی خب کارش باحال بود. بریم بعدی. این خیلی این چیز میزنه خیلی باحال، سر ضرب دوست دارم. دینگ دیگ دیگ باحاله، ولی متنا اصلا خیلی بده، خیلی فونتا خیلی بده، همه یک رنگ، سفید سفید سفید، این فقط نارنجیه، بده. اینا خیلی اشتباهه توی طراحی، ولی این پشت واقعا خوشگله. ها خیلی خوشگله، سر ضرب خیلی باحال شده، اما کار خراب شده با بقیه چیزا. اینو من خیلی دوست دارم، خیلی باحاله. یه تم خوبی داره، میبینید خیلی جزئیات داره. اینجا زنجیر اومده فیت شده، این پشت آسمون و در واقع ماه و یه سری جزئیات خیلی زیاد داره. اون پشت دوتا نور داره میزنه، سرم تکون میخوره، خیلی جزئیات داره. این درصد حتی داره اینجا تکون میخوره، یعنی هر جاشو نگاه میکنی یه چیزی هست. یه سری فوتیجا و در واقع اورلی ها رو هوا دارن در واقع میچرخن. لباس هم کلا نور و ایناش در واقع طراحی شده. کلا قویه کار، یعنی مشخصه که وقت گذاشته طرف و این هم جزء کارهایی که واقعا به نظرم باید بیاد بالا. یه دونه درجه اومد بالا و فعلا مد نظر هست. بریم بعدی. ببین ایده خوب بوده، اما خیلی کارتونش اینجوری عجیبه. مثلا این کاراکترها دوست داشتنی نیستن توی استوری موشن، اینجوری باحال نیستن و این خیلی بزرگه، سوژه چسبیده بالا، اینا متنا بزرگه. ببین فاصله رو چقدره، اینا فاصله ها باید رعایت بشه، فاصله ها باید تهش تا اینجا باشه. یعنی ما توی این کادر باید طراحی کنیم. ببینید مثلا توی این کادر باید طراحی کنیم، توی همین کادر اینجا، از اینجا به بالا، از اینجا به پایین، از این چپ و راست نباید دیگه چیزی نوشته بشه واقعا یا چیزی طراحی بشه. یعنی اشتباهه که اینو من 100,000 بار داخل دوره استوری موشن گفتم. نمیدونم نمیبینید چرا این دوره استوری موشن رو نمیبینید؟ من انقدر با آقا اصلا من نمیگم، این یه قانونه. شما تو اینستاگرام داری استوری میذاری، خودش بهت در واقع
حالا حالت سیفش رو نشون میده، حالت امنش رو نشون میده و میگه که آقا از این طرف به این ورتر بیاد ممکنه توی یه سری از گوشی‌ها دیده نشه. اینو خود اینستاگرام میگه، من نمیگم. پس شما هم توی طراحی توی موشن باید رعایت کنید. چرا اونقدر آخه این جعبه ابزار این چرا اینقدر اینجا نوشته؟ خب این تو بعضی گوشی‌ها دیده نمیشه دیگه. میدونید چی میگم؟ اینا رو باید بدونیم ما. این من بارها توی استوری موشن، تو دوره استوری موشن گفتم، خیلی هم تاکید کردم روش که متاسفانه بعضی رعایت نمیکنن. این کادر رو اینجا میذارم که ببینیم بقیه چیکار کردن. این کادر رو یه ذره مرتب‌ترش میکنم، واقعا دیگه از این نبا خارج باشه، ولی کلا اینو من دوست نداشتم اونقدر خیلی شلوغ و در همه. این که کلا سایز رو اشتباه زد. کادری خوبه، کوچیکه، قابل قبوله، عکسمو خوب کار کرده، قیمتا اینا باحالن. خوب بود ولی نمیاریمش بالا، چون حالا ببینیم چی میشه. بد نبود، خیلی بزرگه متن و اینا، باز همچنان و خیلی کارتونی و فانتزیه، کارتونیه بیشتر. اولش بدک نیست ولی خودش ربطی این ویدیوه به من نداره، قوی نیست، ضعیفم نیست، یه چیزی میانه است. بعدی ضعیفه. استوری موشن اصلا فونتش اشتباهه، متن همه یک رنگ، اصلا این بد بود واقعا. اینجا هم بی‌نظمه دیگه، انگار مثلا با پینت طراحی شده، مثلا این پایین به همراه پشتیبانی بدون هیچ کادری. اینجا اولین و پرهنرجوترین دوره استوری موشن در ایران، این دوره استوری موشن اومده پایین، تو یه خط دیگه قرار گرفته. اینا مشکلات در واقع در واقع چارت بندی و پاراگرافی داره. اصلا اینا چیزایی که باید رعایت بشه. یک متن نباید آدمش بیاد توی پایین قرار بگیره، توی بنر، توی استوری موشن. اینا مهمه دیگه. یک متن وقتی طولانیه باید توی یه خط نوشته بشه، یا اینکه مثلا اولین و پرهنرجوترین دوره استوری موشن در ایران بیاد زیرش، نه اینکه استوری بالا باشه موشن پایین. اینا اشتباهه دیگه، اینا باید رعایت بشه. این دوستمون که اصلا عالیه، این سایز چی فرستاده؟ سایز 352 در 640 فرستاده. اصلا یه ذره بزرگش کنیم معلوم بشه. چرخش دور متن، دور سوژه خوبه، متن دور سوژه، ولی خیلی غیر طبیعی دیده نمیشه خوب. کلا خیلی تو همه، یعنی کاربری که بیننده است داره این استوری موشن میره و تبلیغ دوره منه، یا حالا هر، واقعا من اینا رو دارم در مورد کارفرما میگم که کارفرما میخواد اون در واقع دوره‌شو بفروشه یا آموزششو بفروشه یا هر چیزی محصولشو بفروشه، باید اون استوری موشن باعث بشه که دیده بشه دیگه. یعنی استوری موشن باید جذاب باشه، متنا خوانا به ترتیب درست، شلوغ نباشه. اگه متن زیاده پیشنهاد بدید به کارفرما که استفاده نکنید سری متنا رو، یعنی اجبار نیست که همیشه همه متنا استفاده بشه. ولی این پشت باحاله، این نور و این لوگو و اینا باحاله، ولی این پایین پشتیبانی دائمی دوره کاملا جامع خوب نیست طراحیش. اینجا هم ببینید این از توی یک خط نیست، ببینید این توی خط نیست، ببینید این لوگوه توی خط نیست و این بده. ضعیفه کادر و متن و اینا همه یک. آخه چرا کل متن یک رنگه؟ خب اینو کسی نمیخونه. خب انا الان داشتم در موردش صحبت میکردم، اینو کسی نمیخونه آخه تو این سایت، نمیبینه اینو. این فوتیجا اضافه ان، این فوتیجایی که دارن رو هوا اونجوری دون دون میندازن اینا اضافه ان تو این طرح. متن هم اینجا نظم نداره، میبینید جوریه. حالا یه ذره اینا توی خطه این، ولی این وسط با این ور هم خونی. آموزش آنلاین ساخت استوری موشن با نیما، من اینو نگفتم. اولین پرهنرجوترین دوره استوری موشن در ایران، این متن من نیست.
با نیما اصلا من کلا خوشم نمیاد. بعد این چه سمی، این قیمت اصلیش چرا اینجا چقدر کوچیکه، این که اصلا این دیگه هیچی، این به نظرم باید پاکش کنیم. اولش باحال بودا ولی خوب اجرا نشده، یعنی ودینگو خوب اومد نشون بده اما از یه چیز درست استفاده نکرد، از ویدیوهای درست استفاده نکرد، اونقدر خوشگل نیست ولی باحاله. ایدش باحاله. اینم که کاملا از کات زده بیرون و اینجا اصلا سند مسیج میاد. اگه اینو شما استوری کنی این کادر این پایین سند مسیج دیگه، ریپلای. چرا این پایینه؟ اینم که از کات زده بیرون. خوشگله. این دوتا لوگو باحالن، این دوتا لوگوها باحال بودن. این نور دور سوژه رو دوست ندارم، آتیشو. این بعدی ضعیفه، خیلی ضعیفه، خیلی شلوغ و در همون ضعیفه. این تاج خیلی خس شده، چی خوب نیست، این تاج خوب نیست، این متن خوب نیست، رنگش خیلی جیغه، این قرمز دیده نمیشه. کادر پشتش باید سفید بود که دیده میشد یا مثلا مشکی بود که این دیده میشد کامل، یه ذره روشن‌تر بود، این دیده نمیشه خوب. دوره جامعه ودینگ بد نیست، اونقدر خوب نیست. بعدی رو ببین و آخری. قویه، خیلی قویه، همه چیز هارمونی رنگی جذاب. یک کلاکت این جلو خیلی خوشگل تار شده، اینجا جلو مونده، یک کلاکت این پشت، یک فضای خوشگل، یک طراحی باحال، یه نور خیلی جذاب این پشت داره سوژه رو نورانی میکنه. عکس درست انتخاب کرده برای این طرح. این متن خیلی خوشگل داره دور سوژه میچرخه، میره بالا پایین، خیلی باحاله. کادر درست، خوبه، رنگ خوشگل، رنگ اضافه‌ای نداره، از 3 رنگ کلا استفاده کرده، سفید، حالا فیروزه‌ای یا حالا هر سبز آبی هر چی هست و مشکی. یعنی کل تم کار یه هارمونی جذابی داره و من از این استوری موشن خیلی خوشم میاد و قطعا این میاد بالا. الان فعلا این دوتا اومدن بالا دیگه. اگه چیز قوی بخوایم داشته باشیم که واقعا در حد این دوتا باشه، خب این مثلا این کاملا بی ایراد بود، این هم کاملا بی ایراد بود، خب ولی بقیه همشون یه ایراد داشتن. یعنی همشون یه هارمونی رنگی اگه باشه، یک کادر نادرستی، یک رنگ، یک فونت، همشون یه ایراد داشتن. تنها 2 تا 3 تا استوری موشن بودن که ایراد آنچنانی نداشتن. البته این لازم به ذکره که توی این جشنواره، توی این مسابقه مثل پارسال یه سری هنرجوهای برتر اصلا شرکت نکردن چون وقتشو نداشتن. یعنی با من صحبت می‌کردم میگفتم ما خیلی پروژه داریم و شرمنده نمیتونیم شرکت کنیم. یعنی بابت هر استوری موشن کسایی که خیلی قوی دارن کار میکنن بابت هر استوری موشن تو بازار کار دارن 2 میلیون 1.5 پول میگیرن و خب مثلا کسایی که با کنسرت ها و اینا کار میکنن یا مثلا همین استوری موشن عادی، واسه همین جایزه 2 میلیونی براشون شاید اونقدر جذاب نبود، اصلا نتونستن وقتشون رو بذارن برای این کار و طبیعیه. من اینو کاملا درک میکنم و خیلی خوشحالم که یه سری هنرجو به اون درجه رسیدن که اینقدر سرشون شلوغه اصلا وقت نمیکنن مسابقه بیان و اینا. یه سری هنرجوهای الان توی این مسابقه شرکت کردن که دارن پیشرفت میکنن و حالا بعضیاشون پیشرفت کردن. مثلا این میشناسم، خیلی حرفه‌ایه کارش، خیلی خوبه و امیدوارم که روزی برسه اصلا وقت سرخوردن نداشته باشه. همه کسایی که حقشونه و پیشرفته رو کردن، حالا کسایی که واقعا حرفا رو گوش نمیکنن توی دوره من، نکاتی که میگم رعایت نمیکنن، نمیدونم چرا رعایت نمیکنن. من بعد شما رو نمیخوام، من چیزایی که میگم مفیده براتون. یعنی نکاتی که میگم توی استوری موشن، تو دوره استوری موشن براتون مفیده برای اینکه پیشرفت کنید. حالا یه سری از هنرجوها مثل این یا مثل این میان استوری موشنایی میزنن که واقعا بی عیب و نقصه و خوش سلیقه‌ان و اینا قطعا بازار کار خوبی منتظرشونه و حالا اونایی که قدیمی بودن گفتم واقعا شرکت نکردن و الان خیلی بازار خوبی دارن.
این افرادی که این سری شرکت کردن بعضیشون پتانسیل خیلی قوی دارن که برسن به همون در واقع درجه‌ای که حالا بچهای قدیمی رسیدن. اما توی این مسابقه اگه بخوایم انتخاب کنیم اینم قوی بود، ولی خب این کادر پایینش رو دوست ندارم واقعا. من طراح خوب بود. یا مثلا اینم خوب بود، اینم واقعا استوری موشن قوی بود. میبینید اینم قوی بود. الان من بین این اون نمیدونم سه تا شد کنم. اینم خیلی خوب بود. این نه اولی هم نه. الان 3 تا استوری موشنه که واقعا نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم و یه جورایی همشون قویه. یعنی خودم از لحاظ نمیخوام سلیقه خودم رو قاطی کنم، چون میخوام از لحاظ تخصصی بهش نگاه کنم. اگه سلیقه‌ای بخوام انتخاب کنم این اوله. سلیقه من اینه، ساده، شیک، ترتمیز. اما اگه بخوایم از لحاظ حرفه‌ای بودن نگاه کنیم، این دوتا هم حرفه‌ای ان. یعنی جدا از اینکه اون حرفه‌ایه و سلیقه منه، این دوتا هم حرفه‌ای ان. اما این سلیقه من نیست. خب و خیلی شلوغ از نظرم اون پشت، اون متن و اسکرین شات های چت و اینا، رضایت ها خیلی شلوغ کرده کارو و الان میخوام قوی تدوین شده، قوی ساخته شده. اینم خوشگله، دوستش دارم، سلیقه من هست تا حدی، اما یه ذره شلوغه، خیلی شلوغه. این پشت و اینا یه ذره شلوغ کرده کارو، ولی خوشگله. یعنی این دوتا رو الان موندم کدوم انتخاب کنم، اینو و اینو. بذارید بیشتر گیر بدیم بهشون دیگه. یعنی این دوتا رو باید بیشتر به نظرم گیر بدیم. اینو اگه نگاه کنیم کادر رو رعایت کرده، همه چیز درسته، متن سر جاشه، طراحی اوکیه و قیمت اصلی ای کاش یه ذره کوچیک‌تر میشد. این که چون گذشته است قیمت برای قدیمه و اون 2,500,000 باز دیده میشه. ای کاش یه ذره کوچیک‌تر بود، مثلا تار میشد یه ذره که اون قیمت از بین رفته، اون قیمت شکسته. این نکته‌ای که مثلا این رعایت نکرده، اما مثلا اینجا ایشون هم رعایت نکرد. هیچ کدوم رعایت نکرد. اینم ای کاش رعایت میکرد، چون 990 کوچیک‌تر از 2,000,000 تومانه. خب و این میتونه یه ذره چیزتر باشه. این اولش خیلی خوب شروع کرده، جشنواره تخفیف شروع شد، ولی این همینجوری بدون در واقع اینترو همون شروع شد، یعنی همون طراحی شروع شد. این یعنی یه پوان مثبته که یک اینتروی 3-4 ثانیه‌ای بذاریم برای استوری موشن که کاربر آماده بشه توی استوری وقتی داره نگاه میکنه، حوصله‌اش سر نره یهو بزنه جلو. تجربه تخفیف شروع شد، یه چیز جذاب واسش ببینه چیه. این یک چیزیه که رعایت شده تو اینجا، اما اینجا رعایت نشده. توی بحث جزئیات که جفتشون خوبن، مثلا این الان اینجا زنجیر گذاشته، این اینجا کلاکت رو خیلی خوشگل کار کرده، فوتیج و نور و در واقع دود و همشون کار کردن، این هم کار کرده. این سرچرخوندنه من نیستم اونقدر باهاش، اما خب خیلی ها دوست دارن. من از نظرم تکنیک اونقدر جذابی نیست، اما این پشت یه ذره شلوغ پلوغ شده، یه ذره حالت در واقع شاید اونقدر کاربر ذهنشو درگیر کنه که نتونه متوجه بشه چیه. تو این ما نداریم. تو این خیلی ساده تره همه چیز، یعنی یه چیزیه که واقعا ساده و شکیل و درسته و من اینو انتخاب میکنم هر جوری که میخوام بیام سمت این، اما نمیتونم. یعنی مشخص خیلی وقت گذاشته روش، مشخص خیلی انرژی گذاشته و زمان زیادی براش صرف کرده، همه نکات هم رعایت کرده، اما این یه جلوه باحال‌تری داره، هرچند اونم خیلی تمیز بوده. حتی اینم خیلی خوب بود، اما این دوتا نهایی هن و جفتشون رو دوست دارم. اما اینم خوبه آخه. اینم خوبه، ولی مثلا اینم الان یه نکته‌ای که داره، مثلا این اینجا باز شروع شد و دوباره یه صفحه دیگه ببین هدایای دوره رو اینجا نوشت که متن شلوغ نشه. یعنی اینجا هم این نکته رعایت کردن خیلی خوبه دیگه. می‌بینید باحاله. هرچند میتونم اضافه کنم کلی نکته به این دوتا استوری موشن، اما استوری موشن آخر و همین چیزی که تو صفحه هست
به نظرم حقشه که برنده بشه و خیلی خوشگله. شاید خیلی جزئیات نداشته باشه اما خیلی خوشگله. این خوشگل بودن چشم میگیره، یعنی رنگ جذاب، موشن جذاب، طراحی باحال و اینا باعث میشه که استوری موشن به چشم بیاد. اما اون قبلی هم واقعا خوب بود. من سعی میکنم جایزه رو که به همین نفر دوم میدم، یعنی همین استوری آخر که تمش سبز بود، مبارکت باشه، آیدیش رو اینجا میذارم تو صفحه. خیلی بچه با استعدادیه و سن خیلی کم، یعنی آخرین بار فکر کنم سنش رو من گفت تو 15 16 سالش بود. خیلی یعنی واقعا توی این سن با این در واقع به این تخصص و به این سطح رسیدن واقعا خیلی چیز بزرگیه که دمت گرم. واقعا خیلی وقت باهاش چت میکنم و کاراشو دوست دارم، کارهایی که میزنه قویه و اینم واقعا توی مسابقه ترکون خیلی کار جذابی زد. مبارکت باشه، خیلی جایزه ناقابلیه. حتما پیج هر جفتشون رو تو اینستاگرام معرفی میکنم برای در واقع گرفتن نمونه کار و اینا، گرفتن پروژه و اینا. بقیه هم کسایی که قوی بودن رو سعی میکنم استفاده کنم استوری موشناشون رو توی جشنواره‌ای که دارم و همشون رو تگ میکنم که یه تبلیغی بشه براشون و یک در واقع چیزی باشه. و کسایی که حالا قوی بودن اولویت دارن برای حالا پروژه‌هایی که میاد، جز این دو نفر اصلی که حالا نفر اول که احمد بود، نفر دوم، سعی میکنم پروژه‌هایی بهش بسپارم تا خستگیش در بره و تو مسابقه شرکت کرده بی‌نصیب نمونه. و بقیه هم میگم همینطور، کسایی که قوی بودن رو سعی میکنم انتخاب کنم. اول یه در واقع خسته نباشید میگم به کسایی که شرکت کردن، مرسی ازتون. ان شاءالله که کسایی که حالا کارشون ضعیف‌تر بود ایده بگیرن از چیزایی که گفتم، کارشون قوی‌تر کنن، برام بفرستید حتما داخل پشتیبانی. و کسایی هم که هنرجو نبودن و قصد شرکت دارن میتونید با خود من در ارتباط باشید، از طریق دایرکت، از طریق تلگرام مشاوره بگیرید و از طریق سایت اونجا شماره تماس هست، میتونید مشاوره بگیرید در مورد استوری موشن اگه میخواید یاد بگیرید و به درآمدهای خوب برسید. و خلاصه که مرسی تا آخر همراه هم بودید، مرسی که وقتتون رو گذاشتید و بازم تبریک میگم به احمد. واقعا باحال بود استوری موشنت. یس، جذاب بود. عاشقتونم. خوشحالید ما رو نمیبینید توی یوتیوب. خیلی کم کار شدم توی یوتیوب دیگه، بیشتر اینستام دیگه، اینجا یوتیوب ذره کم میام. نمیدونم چرا، وقت نمیشه. به هر حال اگه حمایت خوب باشه میام، بازم موضوعهای طولانی میذارم، ولی حمایت متاسفانه نیست، ویو پایینه و مجبور میشیم ما واقعا بعضی وقتا اولویت رو بذاریم سر جاهای دیگه. وگرنه من عاشق یوتیوبم، عاشق ویدیوهای طولانی ام، عاشق آموزش‌های طولانی ام، آموزش‌هایی که کامله، نه در حد ریز 30 ثانیه‌ای، 1 دقیقه‌ای. آموزش باید کامل باشه، اما متاسفانه حمایت نمیشه، ویو نمیخوره و این باعث میشه که ما بریم سمت چیزی که عام پسندتره و بیشتر ویو میخوره. واقعا دلیلش اینه که توی یوتیوب فعالیت نمی‌کنیم. 2 سال 3 سال یک سره فعالیت کردیم اما متاسفانه حمایت‌ها پایین بود. ان شاءالله که حمایت‌ها خوب باشه، بازخورد ببینیم، آموزش‌های خیلی خوب براتون قرار میدیم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.